اینک نجمیدینوف در مرحله چهار یک نهایی رقابت ها در برابر هماوردش جابیروف الهامیدین هست. جابیروف الهامیدین با جداگی کبود و نجمیدینوف با جداگی سفید هست. رقابتی حساس. به هر حال بازنده این مرحله شانسی دویم دارد، به قوازمای تسلا بخش می رود و بعد از آن احتمالیت رسیدن به همه رقابت های نهایی و برای به دست آوردن مدال رو شانسش رو دارد یا امکان دارد. اما برنده این مرحله می تواند در دور در دور نیمه نهایی باشد. امروز هر که در برابر نجمیدینوف استفاده همان اصول های معمولی سراپا را داشت، یعنی حمله میکرد، در نهایت بازنده میشد. جباروف الهامیدین و استفاده سراپا همان اصولی که در اوج اعلا اجرا شد. همان طور که گفتم محمدشریف نجمیدینوف در رقابت های داخل جمهوری بسیار خوش می درخشد و ببینیم چی تا کجا می رود و تا کدام درجه می رسد، تا کدام موقع می رود، تا کدام مرحله و آیا توانی رسیدن به عنوان چمپیونی را دارد یا نه. یک بار دیگر از نوارهای تدریجی سوز کرده شده می بینیم که چگونه آساتگری به اجرا درآمد و بسیار جذاب و دیدنی بود.